شیر جمع کنیم که دیگه شو چپونا اذیت نرن راحت مرزن مشکلا که شام بخورن. سال دی خوبی خدای همه بارندگی شما شیر بالا ندارم. سرشو کیف دارم یه شمال مخوری شندا قرقر میکنن حالا که بیتره حالا قدیما مثل قدیما یخوا دیما پا ما دست پا ما درد نبدله که ما وین مدیم کلم نمریز یا که دوتا که نیمتا دم پاش نشون داد مگه سه چیز از مرد جون میگیره گرود پلکنی و کلکنی و کافرت و درود درو و پلکنی و کلکنی قدیم که دی من سیخه ورمدیشتن و پسرش بند دیشت مین دیگ میکردن ور کرتوک آواز میکردن واز حالا یک سر آواز بر قمقمه واز حالا باید مکشن شیرار دیگه با همونو 6-7 عمر میگیرم خودم درست میگیم حالی من مجنون گدای کوی لیلا آخ من مجنون گدای کوی لیلا نازو خرامان میره و بازوی لیلا این نازو ببینم ملقای روی لیلا ای سختی جانم برخته گوشت مونده استخوانم که ما از قدیم ما الان 10-12 ساله بیام در همین گوسفندا بیام برای هیچ جا هم ما اول خدا نرفتم نه به سر کوره نه به درو نه به جا دمراد همین گوسفند بیام اواش تا بچه داشتم اومد خدا همه را روش داماد کردم از همین دامداری و کشاورزی این ما و رندخته بیم ما رفتم گوسنار ما بردم در خانه الان ما امسال همین افتتاح کردیم و همین به تاپیل خلامگال درستیم نه جو خریم نه خوراک خریم خرج مالو ما ورمیدو هم هوای آزاد بهترین سنت پیغمبر بهترین کار ما امسال کردیم الان ویاش رو مودیشیم نه خوراک دیمیشه بریم ما هر بری 50 کیلو 40 کیلو 60 کیلو الان بریم امرا ماشاءالله نه گوسنده ما میبینین شیر و حمام ماس همه ما ماشاءالله دیگرده برای ما که امسال چونی ترا رفت که از خوب بدر امیدوارم که یعنی برادران دیگه بیدویم مثل هم ما بدرن گوسنوشو برن میدو خلامگال درستن و گلی و دمدسکا بدرن میدو برم بکوب مالار مثل قدیما دوغ بجوشنیم قرود درست کنیم راغان گلسرخی کمایی درست کنیم